گروه نوبتی رو دعوت میکنیم. عربشو کمپانیا با صحنه هجوی. مرحمت. الو هم افیچر رو خو رفت افیچر رو خوش برد نگو ها ما که پیدا من مالا دایر روی که میخواب بخندم همه مالا دایر جمع کن روی که میخواب بخندم ها او دا آمدیم برابر شو نظام با پیش با قدم مش مادر وطن مادر وطن رونت نمودیم مادر وطن مادر وطن ایست یک دو ندانه کیون اینه بخواه من اگر در کوی شبکو اشما ورم سالداد کوی که تایار مکنم فهمیده مرا میدونه کی بشم من بابا جانی تیلویتون بشم فهمیده نه چطور نشیدم بابای برفی بابا جانی تیلویی من شما ده یک سوال میدیم کی بخواهیش خودش خدمت آمدن یک قدم به پیش ها بچه سوالی من نفهمه بود چی بودم رفیق سرجان سوالت فرمون چی فهمه پرایوس اینجا یگون کس بعد خودش خودش اومدگی نیست ها فهمیده باشه که همه شما رو ابلا و قبی دیگه یا تو چه خلو مردم مرا محترم سرجان همسایه‌مون دانی دادن اخی به یک قدم به پیش سرباز خطوری شما رو چه خلو مردم مرا این همین نوشرگی شوا بازار در رفتم پروداکت خرید که استفدم نه گفتم خرید کنم که یک قلقوله شید دیگه نمیدونم آوردن من اومدم راستی گپ یه وقت میخیدم در چه سارزی پوست کستم اخی بیستا شما را چه خلو مردم ما را رفیق سرجان ایداری صندوق خبیدم یک خوینوی وطن و تو خدمت نکنه این خدمت نکنه من خدمت نکنم کی در وطن خدمت نکنه همه بهوده سرگردان شدن من خودم آمدنی بودم بدانیدم من دینم پلیگون در رفتم عصبم کم کم ویران شده گرد برای بابا جان اطلاعیتون خنداندن میدانیدن چیکار میکنه میخندونه آفرین حاجی یک تا مگنیتوفونی سامبوفر گفتم من اومدم وای وای من اومدم وای من اومدم تو را ببینم بیروم من اومدم وای وای من اومدم شدت یک ساوری میلی بگو یک کیف کنه روما بیو کیم چی کنه یک توجیکی خمانه بخونه توجیکی بخونه لطه بستم در دهنی دروازتون آچم رایی میکنم خانتون لطه بستم در دهنی دروازتون آچم رایی میکنم خانتون اینیم تومردون سبلرزانه برگش نریزد سختگی تیزد و خامش نریزد سبلرزانه و خامش نریزد کم در دیگه بردار یلمه شده حقیقتی شما شوخی نکنم که کنه رادیو جان رادیو از بحر و بر میدید نو خبر یاد رادیو شکو حاضی محترم سرجان رادیوی امروز تولد میکند به خبر نمون فرزنددار میشوی دهشت نرخ گوشت گاو به 27 سامانی رسیده است چی مگر گاو بنزین خورده است دهان گفت من کلان میشوم عجبا وای بر حال ژیلوکا کی چی میشود طاقتی بوی بد ندارم اگر به خواب من در آمدی التماس پایتون رو شوید دیگه کنن دیگه بزنه السلام علیکم شنوندگان گرامی در موج برنامه اطلاعات کریمینالی دیروز در نزد بازار برکت دو صادرکننده جنایی را دستگیر کردند که یکی دارای 5 کیلوگرم مواد سخت تاثیر ضررآور سیمیچکا و دیگر 3 کیلوگرم مواد سخت تاثیر ناس دستگیر کرده شد. در نتیجه کارهای لابراتوری دو موش به هلاکت رسیده 25 ترکان دیگر زیر جراحت قرار گرفتند. روز 25 می باز یک صادرکننده دیگر را دستگیر کردند که جنایتکار تشریف خلیلوف در نزد کاخ باربد ماشین تمغه 2107 را به کلید برده ایستاده است.
дар пеши беморхонаи қараболо ба даст афтод корманди милиса Садриддини Наҷмиддин ва Шабнами Сурайё ӯро дастгир карда 2 сол аз саҳна озод намуданд. همه دینا من سرجان گفت که همه ها تیر پرانیده اومد تیار نیستن. دینا پلیگان ده تیر پرانده که من امروز یک نظر بگذارم چی خیلی پرانید برای فقط تیار شد. تو دوربین تا بگی پیش برم فقط نگاه کن. رفتم سرباز قطوری بپران نگاه نکن. نرسید تمام. تو بپران. ای رفیق شیرجان بالا و شکیده گذاشت. شما هم خیلی اینجا برو دیگه چی خیلی پرانان خیلی پرانان تماشا کن. اونا رفت است نگاه تا چی خیلی شیب خمینا تماما نرسید. الان شما الان خیلی مپرونه فهمیده نه؟ تو پدرما را همه شیشه و بارکه مکنی همه چیشه ساعت فویز رفیق شیرجان یه سوال ما همین در همین چاس 2 سال با چیکار میکنیم؟ در همین چاس 2 سال چیکار میکنیم؟ اینا ما چیکار کردیم میکنیم سال 2 سال؟ ما میدونه که در همین چاس شنبه یک شنبه او دیخوایم دیگر روزا بکوریم. باقی گرد ماندگیش در کازارما میخنده شگا مش دان دران دان دان دران دان دان دران دان ران بران دان بان دران دان بان دران دان بان. баромади арабшо компания буд дар бахши сеюм яъне саҳнаи ҳаҷвӣ. гурӯҳи арабшо компания дар рӯйхати мо таҳти рақами 04 номнавис шудааст. хуб агар смс фиристед бар рақами 04-ро гирифта ба рақами 1617 ирсол доред.